اسپیشیال وان، قهرمان بین المللی بارسلونا در سال 2015، تنها کبوتری که در روز رهاسازی در شب به آشیانه بازگشت و آنجا بود که او را کبوتر ویژه نامگذاری کردیم. این کبوتر بسیار استثنایی بود، زیرا در آن روز بسیار گرم بود. او حدود ساعت 9:10 شب به خانه بازگشت و در آن روز تنها کبوتری بود که به آشیانه بازگشت. اولین جوجه از این کبوتر یک ماده بود که به مسابقه فرستاده شد و او بی‌درنگ در مسابقه یک ساله‌های نارون مقام دوم بین المللی را کسب کرد. امسال مسابقه از پرکگان مسابقه سختی بود و اولین کبوتر من و یلی ما از جوجه های مستقیم این کبوتر بودند. او به همراه نیول اوریات در حال تبدیل شدن به یک پرورش‌دهنده مهم برای تیم ما هستند.